آروهی برنامه چیه؟ تا کی میخوای ناراحت باشی؟ خب میگی چی کار کنم؟ دیگه هیچی تو زندگیم نمونده، نه کارم نه ریتویک. ای وای آروهی تو رو خدا بس کن دیگه، اسم اونو نیار. کل زندگی تو به خاطر اون یارو هدر دادی. اصلا میدونی چیه؟ اگه اون وقتی که تو با اون یارو هدر دادی رو روی رزومت کار کرده بودی الان یه کار گیرت میومد، گوش نمیدی که. تو متوجه نمیشی. من همشوی امتحان کردم ولی انگار تو دهلی هیچ کاری مربوط به رسانه نیست. من دیگه بیخیال شده بودم. بعدشم که ریتویک اومد تو زندگیمو. وای خدایا اون پسر اصلا میلا که موفقیت تو زندگیت نیست. بس کن. به من گوش بده. ارزششو نداره. اون ارزششو نداره. ببین پالک تو اصلا متوجه نمیشی. گوش کن. همشو بیخیال. برات یه چیز خوشمزه خریدم. از همونجا که دوست داری. پاشو. دلم گوشیم داره زنگ میخوره. الو. بله قربان درسته. نه من ایمیلمو چک نکردم. یه لحظه لپتاپمو بیار بودو. باشه. بله قربان. بله قربان دارم چک میکنم. چیه؟ ریتویک نون. وای خدایا حرف نزن. فهمیدم. بله قربان دارم نگاه میکنم. همین الان؟ نه من مشکلی ندارم. چشم قربان. آروهی یه مصاحبه آنلاین دارم. برام دعا کن. قیافم درست درمونه؟ آره عزیزم موفق باشی. ممنونم. سلام قربان. سلام آروهی. عصر بخیر قربان. قربان نه ویویک صدام کن. سلام ویویک. سلام. ما رزومه تو رو دریافت کردیم. رزومه خوبی بود. تحت تاثیر قرار گرفت. ممنونم قربان. ممنونم. آروهی میخوام بهت یه کار پیشنهاد بدم تو دفتر بمبئی. ممنونم. به نظرم شروع کار باشه از فردا. هر وقت شما بگی. دفتر ما در اختیار تو قرار میگیره. بلیطارم برات ایمیل میکنم. پس فردا میبینم. ممنون قربان. یعنی ویویک. خداحافظ. ممنون. خداحافظ. کار پیدا کردی؟ کار پیدا کردم. باورم نمیشه. فردا باید برم بمبئی. تازه یه چیز دیگه این رئیس خیلی بامزه برات خوشحالم. اینم از این. تمام شد. بهش یه کار دادم تو بمبئی. ممنون رفیق. لازم نیست چیزی بگی. همه کارا ردیف میشه. آروم باش سخت نگیر. بگو ببینم. همه این کارا رو برای دوست دخترت میکنی؟ اون دوست دختر من نیست. من دوست دختر ندارم. فقط میخواستم به زندگیش سر و سامون بده و منو یادش بره. همین. پس میخواستی عذاب وجدانت کمتر بشه؟ عذاب وجدان نه، اضطراب. فکر کنم به خاطر من اعتماد به نفسش پایین اومده. وایسا. تو که همیشه میگفتی اون فقط دنبال پوله. هنوزم میگم ولی شاید اون قدم اینجوری نباشه. ولی به خاطر اون نمیتونم به هیچ دختری اعتماد کنم. فهمیدی؟ تو هم نباید اعتماد کنی. خب دیگه مثل همیشه خیلی کمکم کردی. ممنون. زود میبینم. یه لحظه وایسا. باید بهش بگم که تو این کارو براش جور کردی؟ نه. میخوام همیشه تو ذهنش کسی باشم که دلشو شکسته. اینجوری براش آسون تره. چون وقتی عاشق کسی میشی فراموش کردنش سخت میشه. مامان خواهش میکنم نرو. بس کن. گریه دیگه فایده نداره. من میرم. رابطه ای که از همه بیشتر بهش اعتماد داری خیلی دردناکتره. مامان قول میدم پسر خوبی بشم. دیگه ازت هیچی نمیخوام. دیگه حتی غذا هم ازت نمیخوام مامان. اینو خوب تو مخت فرو کن. پول مهمترین چیزیه که یه خونه زندگی رو حفظ میکنه. بقیه چیزا فقط دروغ ریتویک. مامان پس منم خواهش میکنم. ریکو خواهش میکنم به من گوش کن. من میخوام برم. خواهش میکنم از پیشم نرو. اوف. برای چی میخوای توی هوایی به این سردی پیاده روی کنی؟ داری زیاده روی میکنی. تابستون که ورزش نمیکنی. رژیمت هم که نمیتونی نگه داری. تازه میخوای خوش‌هیکلم بمونی. با خودت چیکار میکنی؟ دارم بهت میگم بیا بریم بمبئی. اونجا کل سال هوا یه جوره اینقدر سرد نیست. خب اگه اونجا هوا سرد نباشه چطور میخوای لباسای پشمی گرون بخری؟ وایسا ببینم. یه جوری حرف میزنی انگار منو خریدی. کلی لباس گرون. باشه بریم. چی شد بس؟ تمرینات دیگه تموم شد؟ یه دقیقه وایسا دارم ذهنمو تمرین میدم. اگه یه دوماد پولدار داشتم کلی لباس گرون برام میخرید. دوماد پولدار یا دوماد خوب؟ ببین وقتی بخوای امورات زندگی بگذره اون وقت دوماد خوب و پولدار یکیه. من روزگار رو دیدم. همه پدر مادرها دوست دارن دخترشون با یه خانواده خوب وصلت بکنه. وقتی من این حرفا رو میزنم تو و دخترت شروع میکنین برای من سخنرانی کردن.
یه کاری میکنین که فکر کنم میخوام دخترمو بفروشم بره. حالا چرا احساساتی میشی؟ من کلی دختر فرستادم خونه بخت به این امید که یکم ثواب کرده باشم. اگه به دخترای دیگه کمک کنم اون وقت خدا هم دخترمو خوشبخت میکنه. یه خانواده خوب گیرش میاد، یه زندگی شاد داره. حالا میبینی حتما این اتفاق میفته. من هیچ وقت تسلیم نمیشم. ببین کی بهت گفتم. پالاک. چی؟ اسمش دکتر پالاکه. خب الان یعنی باید چی کارش کنیم؟ تا الان که داشتیم باش کار میکردیم، حالا چی شده مگه؟ باید با رئیسش صحبت کنیم. دکتر ردی. شاید اون پیرمرد ازش خوشش بیاد. اون میگفت اگه پالاک امضا کنه اونم امضا کنه. دکتر ردی تو بمبئیه، نمیتونیم الان ببینیمش. چی میگی؟ نمیتونیم صبر کنیم. خب پس شاید بشه. ببینم اسمش چی بود؟ گفتی اسمش چی بود؟ آره همون پالاک، دکتر پالاک. شاید اون یه دلیلی پیدا کرده باشه، شاید یه چیزی دیده باشه. نه داداش اصلا فقط میخواد انتقام بگیره. اون فکر میکنه من به بهترین دوستش خیانت کردم، برای همینم تو پروژه سنگ میندازه. پس قضیه شخصیه. تو چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم تو از دخترها متنفری. بشین بابا. اگه یه دکتر مرد این حرفو میزد تو قبول میکردی. داداش من توی شغلم از این کارا نمیکنم. اون دختر اومد تو خونم، اومد تو اتاقم تا بهم بگه چجوری زندگی رفیقشو خراب کرده. دقیقاً همین موقع پرونده ما رد میشه. پس من قضیه رو شخصی شما اینجا چی کار میکنید؟ قرار بود برید تو آشپزخونه آشپزی کنید. زن داداش بابا دیگه خودش دست به کار شد. شما گوشی تو بذار کنار. خب عزیزم آخه عزیزم گوش کن. چیه؟ رمز اینو عوض کردی؟ آره به خاطر امنیتش. خب پس بگو رمزش چیه دیگه، بگو به. عشقم خیلی آسونه. تاریخ اولین باری که همو دیدیم یادته؟ آره شک نکن یادمه، دقیقاً یادمه. بهترین روز زندگیم بود. خب بهترین روز زندگیم بود. الان باز میکنم. آره الان بازش میکنم. یکم فکر کنم. آخه کی این تاریخ ها یادش میمونه؟ چی داری میخندی؟ خب پسورد گوشیو بزن دیگه. خب یادم نمیاد دیگه. چیه مگه؟ یکم فکر کن یادت میاد. 2405 24 می. آره تو از کجا میدونستی؟ همه میدون. این داستان مورد علاقه زنداداشه. 100 دفعه برامون تعریف کرده. راست میگه، گوش نمیکنه. آره باشه خودم همشو میدونستم. میخواستم تو رو امضا. ای بابا اینقدر گیر نده بهش. هیچی یادت نمیمونه، فقط داری میپیچونی. من میپیچونم. آره اینجا ببینم اومدم. بله الان میایم. بریم بعدم به قضیه پالاک میرسیم. اول بریم سراغ فاجعه آشپز. بچه‌ها فعلا. بابا صبر کن. چی کار می‌کنی؟ دارم مرغ آماده میکنم دیگه، مگه نمیبینی؟ عرق نیشکر رو ریختی تو مرغ یا برعکس؟ بابا دستورش گفته 2 تا قاشق غذاخوری نه 2 تا بطری. بطری. اینجوری غذا درست میکنن حرف نباشه. مرغا انگار مست شدن. بچه‌ها لب نمیزنن. گفته باشم این مرغا که چیزیشون نیست، فقط یکم بیشتر ریختن. وقتی مرغا خوب مزه دار بشن مزهش عالی میشه. اصلا قول نزنین. برو عزیز من ببین این غذا کل اون خانواده رو از هوش میبره. بی خودی دارین هرس و جوش میخورین. کبد و کلیه پنجابیا قدرتش چند برابر بقیه مردمه. باشه بابا جان. این دیگه چیه؟ بابا فکر بچه‌ام باش. اینقدر زیاده روی نکن. باشه مورد نظر در دسترس نمیباشه. وایسا ببینم. دکتر ردی که رفته بمبئی، پس چرا زبان اپراتور فرق میکنه؟ نکنه بهمون دروغ گفته. ریتویک اون گوشی رو ول کن. زود بیا اینجا. بابا داره از کنترل خارج میشه. اینجا رو ببین. مرگ با جوجه دیگه کدومه؟ اینقدر نظر الکی نده. روغن حیوانی رو تو حواست بهش باشه. بابا لطفاً یکم مراعات کن. بو کن. همون جوری نیست که مامانت درست میکرد. تو هم بو کن. کس یعنی فوق العاده. آره راست میگه. خب حالا یکم روغن حیوانی میریزیم توش. ما قدیما میگفتیم اگه یه کاری به آسونی انجام نشد بابا اون وقت باید روش عوض کرد. عقب توه بابا. بله قربان، باید تا فردا گزارش داروها رو تکمیل کنیم. نه مشکل اینه که من توی بمبئی‌ام. برات ایمیلش میکنم. مسئله دوم اینه که به نظرم باید پروژه شرکت نونم مستقیما رد کنیم. بله باید ردشون کنیم. خوبه پس نظرمون با هم یکیه. ممنونم. خدافظ. ببخشید. با کی داشتین صحبت میکردین؟ بفرمایید. تماس کاری بود. تو رو خدا به مامانم نگو تماس کاری داشتم. عصبانی میشه. باشه. پس بریم سر بحث خودمون. درآمد من در سال 45 لک در سال. شما از کجا میدونی؟ معلومه که میدونم. مامانم همه جزئیات بهم گفته. از نظر مامان من درآمد پسر میتونه خیلی مهمتر از اخلاق و رفتارش باشه. اینم از مزایای اینجور خواستگاری رفتن دیگه. پسر چقدر در میاره، قیافش چجوریه؟ مادری دیگه. همش باید نگران باشی. بفرمایید خواهش میکنم. خب نظر شما چیه؟ میتونم راحت باشم؟ آره حتما. قصد ازدواج ندارم. من 4 سال زمان نیاز دارم. کلی کار دارم. ولی یه مشکلی هست.
به اونا باید چی بگیم؟ لطفا شما یه بهونه بیارید. این دفعه اگه بگم نه مامانم منو میکشه. مگه تا حالا چند بار نگفتیم؟ 20 بار. چی؟ ولی بازم مامانتون دست بردار نیست. آره تلاششو میکنه. مردی که از شما جواب مثبت بگیره خیلی خوش شانسه. امیدوارم یکی بیاد که به انتخاب خودتون باشه. یکی که بهم احترام بذاره. از همه مهمتر منم بهش احترام بذارم. وقتی که میبینمش بفهمم اون مردمه. یه مرد شریف. درآمدش اصلا واسم مهم نیست. دلش واسم مهمه. اینکه چی فکر میکنه، چطور رفتار میکنه، این چیزا واقعا واسم مهمه. این چیزیه که میخوام. بابا داری چی کار میکنی؟ مامان برسه بیچارمون میکنه. بذار بیاد. من فقط یه چیزی دوست دارم، باید با این یکی کنار بیاد. ازدواج یه دامه. حسابی حواست جمع کن. اشتباه منو تکرار نکن. آره باشه. خیلی جالبه بابا. میتونستی اینو قبل از ازدواج بهم بگی. ببین احمق جون، من که نمیگم ازدواج نکن. ازدواج خیلی مهمه، لازم نیست ازش بترسی. شما که اصلا آدم ترسوی نیست. من که کلا نمیترسم، اصلا از هیچ کس نمیترسم. برای همینم انگشترم عکس یه شیر روش داره. بعد از ازدواج باید یه جوری نشون بدی که انگار از زنت میترسی. اینجوری اوضاع همیشه گل و بلبل میمونه، ولی یه روزی که عقلم از کار بیفته بهش میگم ببین مامتا، اگه با سیگار کشیدن من مشکل داری از اینجا برو بیرون. میگم بابا چه سخنرانی قدرتمندانه ای. واقعا میخوای به مامان بگی برو بیرون؟ اون جرأتشو داره. من که میگم نداره. اتفاقا داره. هی چرا فکر میکنی نمیتونه؟ مامانتون نمیدونه مردی که سیگار میکشه چقدر میتونه سالم و سر حال باشه. عضله ها رو ببین. من روزی 108 بار فیکس میرم. اون حتی نمیتونه روزی 30 دقیقه یوگا کار کنه. ببین یه روز میرم جلو و بهش میگم مام تا تو چی؟ تو چی؟ این سیگار میکشه. این بیورزه بی مصرف داره تو اتاق من سیگار میکشه. برو زود باش، برو پدرشو در بیار. تقصیر پسرت نیست. دیدم داری سیگار میکشی. ولی آخه مام تو میدونی چقدر از دروغ بدم میاد. بهت میگم سیگار نکش، چون که برای سلامتیت ضرر داره، برای همه ضرر داره، ولی تو اصلا گوش نمیکنی. شام آماده است. بچه شیر پاشو بریم شام آماده است. بابا جدی میگم امشب این مرغا خیلی خوشمزه شدن. شما بهترین آشپزید. میدونی بهترین آشپزای دنیا همشون مرد. دقیقاً درسته. تازه این سرآشپز بزرگ کلی روغن حیوانی هم تو غذا ریخت. عزیزم تو رو خدا امشب جلومو نگیر. این امشب خیلی خوشمزه شده. قول میدم فردا 2 برابر یوگا کار کنم باشه. ببینم اینجا چه خبره؟ یه تیکه هم به ما نرسید. همشو شما خوردین که. مگه نشنیدی روغن حیوانی توش ریخت؟ میگن خرخونا نمیتونن روغن حیوانی هضم کنن. نشنیدی؟ پسرم بابا بزرگت کلی مشروب توش خالی کرده. برای بچه ها اصلا مناسب نیست. واقعا؟ اگه میخوای نظر منو بدونی باید بیشتر میریختی. مادر جون میگن یه زن پنجابی واقعی. از آشپزخونه دوری کنین. قیافه‌هاشونو ببین، کار همشون تمومه. باورم نمیشه با مرغ همیشه خوش گذرون. مردم همیشه با نوشیدنی خوش میگذرونن، اما ما اینطوری خوش میگذرونیم. سامر تو هم باید همراه ما بیای مگه نه؟ کارتون عالی بود، جدی میگم. عجب مرغی بود. سامر یادت باشه هر وقت میخوای این خانواده رو ببینی مست و پاتیل برمیگردی. آره شک نکن، شک نکن. راننده‌تو با خودت بیار. دقیقاً عمو، میخوایم سامر رو مثل خودمون کنیم. ای با تو هم سامر اینجا رو ببین، رو مبلا رو نگاه کن. بعد ازدواج اینجوری میشی. آره ریدویج مواظب باش چی میگی. نکنه خودت هیچ وقت نمیخوای زن بگیری. ببین کی بهت گفتم وقتی زن بگیری منم به ریخت و قیافت میخندم. دمت گرم بابا، دمت گرم. یعنی من بیچاره عزیزم یعنی من داشتم درباره اونا حرف میزدم. من که خودم مشکلی ندارم عشقم. 24 می مگه نه پاسپورت همین بود دیگه. درست عزیزم؟ معلومه که یادشه. معلومه که یادمه. پسرم به حرف بابات گوش کن. سامر تو هم گوش کن. رمز موفقیت ازدواج اینه که بلد باشی چطوری عذرخواهی کنی. اول معذرت خواهی کن، بعد برو کارتو بکن. ببخشید. ولی بابا من این راه بهتر دارم. بهتر آدم هیچ وقت زن نگیره. چی شد؟ از این حرفا نزن. همه از این حرفا میزنن، آخرش هم ازدواج میکنن. من هیچ برنامه‌ای برای ازدواج ندارم. چرا انقدر تعجب کردی؟ من که 100 بار تا حالا گفتم اینجوری بهتره. بدش به من، میبرمش. بهتون یاد دادم
وقتی غذاتون رو میخورین ظرفا رو توی آشپزخونه بذارین، چه دخترام چه پسرام. یه چیز دیگه هم بهتون گفتم، اینکه هیچ تفاوتی بینتون نیست. اما شاید یه چیزی رو یادتون ندادم. بازم غذام ریخته؟ حتما به خاطر نوشیدن. نه، میدونی کجا شکست خوردم؟ نتونستم تنفرتو نسبت به زنها از دلت پاک کنم تا فرار نکنی. میدونی وقتی این حرفا رو شنیدم چقدر دلم شکست. میخوام دوباره اعتماد کنی پسرم. من دلم میخواد ازدواجتو ببینم، ولی تو دائم داری برام بهونه میاری. همه زنا بد نیستن پسرم. بد نیستن مامان، معلومه که بد نیستن، ولی خیلیاشون دیگه قابل اعتماد نیستن مامان. فقط همین. من شکست خوردم، نتونستم این احساس از دلت پاک کنم. من باختم. سامر باید ظرفیتتو ببری بالاتر، چند ماه دیگه عروسیته. خیلی زیاده روی کردی. همه مهمونامون، بچه هاشون، کلی آدم دیگه اومدن خونمون. اون وقت این همه نوشیدنی ریختی توی غذا. آخه چرا همه چی رو اینقدر بزرگ میکنی؟ نگاه کن اینونو ببین، همه کلی خوشحالن، دارن از خوشحالی بال در میارن اینجا اینجوری. تو داری پرواز میکنی. نمیدونم از دست چی کار کنم. پنجابی این دیگه. جونمون به نوشیدنی و جوجه. مرغ میخواین؟ داداش بابا این همه نوشیدنی ریخته بود که فقط حال ما رو خوش کنه. بیا باشه بریم. باید کلی آب بخوریم. کلا میگم ما باید سالی یه بار از این کارا بکنیم. کلا سیستمم به هم ریخته. ای وای اتاق دوست داشتنی. قول بده هیچ کس نیاد تو اتاقم داداش، قول بده. الان چند تا سرباز میذارم همینجا. نه هیچ کس نیاد. قول میدی؟ قول میدم. دوست دارم داداش. منم دوست دارم. بیا استراحت کن. بیا نهارم باش، مراقب باش. سامرم دوست دارم. معلومه اونم خیلی دوستت داره. اون خرشانس خنگ خیلی شانس آورد که خواهر من نصیبش شد. راست میگی؟ معلومه. گوش کن بیا اینجا. اون دوستم داره. معلومه. بیا اینجا. فقط یه آدم احمق تو رو دوست نداره. گوش کن، هیچکی حق نداره اتاقتو بگیره. بهت قول میدم. قول میدی؟ قول کوچولو. ای خدا، میدونی چیه؟ دلم برات تنگ میشه. از این به بعد که شماره دختره خوشگل برام گیر بیاره. میدونی نمیدونم بعد تو میخوایم چی کار کنیم. کی برامون قهوه درست میکنه؟ دیگه کی با من دعوا میکنه؟ کی منو اذیت میکنه؟ فقط تو بودی. چیز زیادی تو عروسیت نمونده. من میترسم. ببینم میخوای گریه کنی؟ آره، اما فقط این دفعه، چون فردا صبح هیچ یادم نمیاد. دلم برات خیلی تنگ میشه. شب بخیر پرنسس. شبت بخیر داداش. خوب بخوابی. ممنون. بس سامر، دیگه سر این قضیه بحثی نمی کنم. این تصمیم گرفته شده، تموم. ولی این تصمیم توئه نه من. اصلا از خودم پرسیدی؟ تو پسر منی، به من اعتماد کن. خب یه بار باهاشون حرف بزن. ریتویک. عمو حالتون خوبه؟ آره، اون یکم نگران دفتره، فقط همین. تو حالت خوبه سامر؟ آره. زیاد نگران شرکت نباش. انگار استرس داره. خب دیگه باید بریم. باشه. داره دیر میشه. شب بخیر.
بله. الو ریتویک، الان دیگه وقت عملیات داداش. جدا؟ میبینمت. خب دیگه دکتر پالک، قراره خیلی شوکه بشی. من اسناد شرکت نومبیوتیکو امضا کردم. چی؟ اون دارو حالا دیگه میتونه تولید بشه، مشکلی نیست. قربان ولی این اشتباه. شما که یافته های منو دیدین. اون دارو برای ورود به بازار آماده نیست. ما اشتباه میکردیم پالک. کلی آزمایش توی چند تا کشور مختلف انجام شده. 19 عضو از شورای نظارت باش موافقت کردن. فقط من موندم. من میدونی چی احساس میکنم؟ یه احمق بیخاصیتم. این متخصصایی که دارو رو آزمایش کردن میگن اون اصلا هیچ مشکلی نداره. ما باید قبل از تصمیم گیری همه اینا رو در نظر میگرفتیم. میفهمی؟ قربان موضوع یه چیز دیگه است. یه چیزی شده. شما که تا دیروز با هم نظر بودیم. میدونی این کمپانی نومبیوتیک چقدر بزرگه؟ ما باید تو حوزه پزشکی کنار هم دیگه وایسیم. موضوع خوشنامیه. شرکت نون وسطه. باید همه اینا رو در نظر بگیرم. قربان از دیشب تا حالا چی شده؟ حالا دیگه شهرت خانواده نون از جون مردم بیشتر اهمیت داره؟ ریتویک چی کار کرده؟ تهدیدتون کرده یا رشوه داده؟ ساکت! انگار یادت رفته داری با کی صحبت میکنی. شاید تو اشتباه کرده باشی. نه قربان، این دفعه رو اشتباه نکردم. نمیخوام با آدمایی کار کنم که هیچ احترامی برای بالادستیشون قائل نیستن. دکتر ردی شما فقط رئیس من نبودین، الگوی من بودین. نمیتونم ببینم الگوم داره اینجوری از هم میپاشه. پس اگه اینجوری دیگه میتونی بری. حتما قربان. ولی قربان هیچ وقت فکر نمیکردم پزشکی مثل شما رو بشه با پول خرید. ریتویک فقط وجدان شما رو نخرید، اون الگو ایدئال منو خرید و همه رو از بین برد. دیگه نمیتونم اینجا بمونم قربان. میخواستین منو ببینین؟ بله، لطفاً بشین. پالاک، من نمیخوام هیچ توضیح اضافه‌ای بدم، ولی به نظرم بهتره یه توضیح بهت بدم. برای اینکه بگین چرا این کارو کردی؟ فکر کنم خودم فهمیدم. چرا؟ هر کسی یه قیمتی داره. شاید، ولی این بار پای خانواده‌ام وسطه. من به دروغ گفتم. راستش وقتی گفتم رفتم بمبئی، همینجا توی دهلی بودم. خیابان واسنت کنج، کوچه 14 مرکز دهلی نا. ولی اینجا که بمبئی نیست. یه لحظه به دوربین نگاه کن. به کی داشتی دروغ میگفتی؟ به من یا به زنت؟ شماره زنشو داری؟ آره فکر کنم دارم. برام بفرستش. اگه زنم میفهمید خانواده و زندگیم از هم میپاشید. روابط انسانی چیز خیلی پیچیده ایه. به هر حال نمیخوام هیچ توضیح اضافه‌ای بدم، ولی وقتی امروز صبح تو استعفا دادی خیلی بهم برخورد. با خودم گفتم باید برم و بهش توضیح بدم. صحیح یا غلط این کارو برای نجات خانواده‌ام کردم. این تمام ماجرا بود. قربان شما مجبور بودین، ولی همه ما تو خودمون یه معیار داریم که درست و غلط رو باهاش میسنجیم. شما کاری رو کردین که فکر میکردین درسته، منم کاری رو میکنم که از نظر خودم درسته. شاید با بودن تو این سیستم هیچ کاری از دستم بر نیاد، اما به هر قیمتی نمیذارم ریتویک کارش رو پیش ببره. بهتون قول میدم. فردا افتتاحیه بیمارستان وزیر بهداشتم دعوته. یه سخنرانی باید آماده کنیم. خب قربان من کارتمو گم کردم. چقدر بی‌مسئولیتی. کجا گمش کردی؟ قربان راستش دیشب پالاک، یعنی من خودم میتونم سیتو برما رو ببینم؟ قربان فقط یه لحظه. شما کی هستین؟ و کی بهتون اجازه داده بیاین اینجا؟ وای باز خرابکاری کرده بود، بعدش هم بوسش کرده. چی گفتی؟ معذرت میخوام. منظورم اینه که شما دیشب کارت شناساییتون رو توی اتاق ریتویک نون جا گذاشتین. واقعا؟ تو دیشب رفته بودی به مهمونی خانواده نون؟ قربان فقط یه لحظه بهم وقت بدین. تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ خب راستش دیشب دوست من با تو
منظورم اینه که تو دیشب رفتی به اتاقش و اون تو رو بوسید. میدونم نمیخواست این کارو بکنه. اون اصلا منتظر یکی دیگه بود. بعدش اومدی و اون داستان اتفاق افتاد. من مطمئنم، نه من 100% مطمئنم که یه سوء تفاهمی پیش اومد. یه دونه پیش نیومده، تعدادش بیشتر بود. اینم بگم که اون من نبودم، دوستم بود. جانم؟ آره، شماها باید خجالت بکشین. این ریتویک چه جور آدمیه؟ اصلا نمیدونه کدوم دختر رو بوسیده. شماها دیگه چه جور آدمایی هستی؟ اصلا الان به چی داری میخندی ها؟ کارتمو بده ببینم. حق با توه. اون باید قبل از بوسیدن فکرشو میکرد. راستی من روحیت پوری هستم. تو هم شیطه هستی درسته؟ تونستی اسممو از روی کارتم ببینی. 20 امتیاز برای تو. باشه میفهمم که عصبانی هستی، اما من که این وسط کاری نیستم. آدمو نباید از دوستاش قضاوت کنی. اینو شنیدی که میگن گنجشگاه یه شاخه با هم پرواز میکنن؟ فکر کنم منظورمو فهمیدی. به خاطر کارتم ممنونم. چقدر شیرینه. قربان، افتتاحیه چه ساعتیه؟ تو رفته بودی به مهمونی نون، پس چرا خبرشو پوشش ندادی؟ اون یارو چی میگفت؟ تو حتی توی اتاقش رفتی، اتاق ریتویک نون، اون وقت هیچ عکسی هم نگرفتی. سلام شیتا، ببخشید مزاحمتون شدم. دیشب یکم آب ریخته بود روی گوشید، برای همینم همه عکساتو با گوشی من گرفتی. میتونی کپیشون کنی یا بعدش گوشیمو پس بدی. میدونستم کارت خوبه. آفرین، عالی بود. ممنونم رفیق. روحیت پوری. روحیت همش برای شیتا بود، همش. عالیه بچه‌ها، کارتون خیلی خوب بود. خب حالا زود میری، عکس‌ها رو کپی میکنی و برمیگردی همینجا. برو. قابلی نداشت. برای چی؟ برای دستت درد نکنه که میخواستی بگی و نگفتی. راستی الان گوشیم پیش توه. اگه خواستی میتونی شمارتو توش ذخیره کنی. کاش که میتونستم، ولی نه ممنون. بهش فکر کن، شاید بتونی دفعه بعد یه دعوتنامه رسمی بگیری. اوه وای، واقعا؟ نه مرسی. درس خیلی خوبی بهش دادی. داشت قضیه رو شخصی میکرد، میخواست انتقام بگیره چون فکر میکرد من زندگی دوستش رو خراب کردم. کل پروژمون عقب انداخت. سلام. نمیتونن زندگی شخصی از زندگی کاری جدا کنن. باید یه درس خوب بهش میده. سمبوسه هم داره، ولی باز آخرش تو بردی. مسئله برد و باخت نیست، رویای پدرم. این دارو قرار آینده نون بیوتیک بشه. این دارو معجزه میکنه. به محض اینکه وارد بازار بشه هزاران زندگی رو نجات میده. ما این کارو کردیم، نه اون دختر احمق که میخواست به خاطر حس انتقامش جلوی ما رو بگیره. اون باید عواقب در افتادن با خانواده نون رو ببینه. دقیقاً همینطور. چجوری انقدر رو فرمی؟ با ورزش زیاد. تو ورزشو بلش کن، واسه ما ژنتیک. پسر خودم. چطوری پسرم؟ خوبم. بگو ببینم تو جادوگری؟ چطور؟ این پرونده چند ماهه که خوابیده بود. آخه چطور تو 2 روز راست ریسش کردی؟ 2 روز نه، فقط 1 روز. آخه چطوری؟ چه خبره؟ بازی فیناله، بیا بریم بیا. سلام بابا. سلام. عجب بازی خیلی خوبیه. سلام. چطوره؟ ریتویک این پدرت خیلی آدم عجیبیه. امروز یه جلسه مهم تو کلکته داشتم، اما جلسه‌مو کنسل کرد و منو کشون اینجا. خدا رو شکر کن عمو جان. میتونست مستقیم ببرتت استادیوم. ببین پرارا، ما هر روز داریم کار میکنیم تا آخر عمرمون. حالا الان بازی فیناله، حالش رو ببر دیگه. خیلی سخت میگیره. ببینم ادویجی، میبینم که پسرت کار تو از دستت در آورده، ولی ما هنوز خودمون رئیسیم. بابا جونره. ریتویک هم این کارا رو درست کرد. پسر خودم دیگه، پسرم حلال مشکلاته. ولی من تنها نبودم. روحی تو آمانم خیلی کمک کرد. بابا هم یک تیمی درست مثل شما. ای بابا ریتویک نون، این همه فروتنی اصلا بهت نمیاد، مثل خودت باش. عجب بازیه. اصلا نمیدونم چجوری دارم بازی میکنن، کی تیر توپ ضربه میزنه. آفرین، این رو میشه. تیمم داره میبازه. چی گفته بودم میبریم، چرا اینقدر هرس و جوش میخوری؟ بازی زیر و رو میشه، حالا تماشا کن. چی شد؟ میخوای اصلا شرط ببندی؟ چه بلایی سرت اومده؟ خیلی دردش اومده خیلی دردش اومده بود. اگه این بازی رو ببرن اون وقت میتونن قهرمان دنیا بشن. برو که میزنی. چرا رو پاش نمیشینی؟ آروم دیگه. مشکلت چیه؟ بس کنید دیگه. داداش آنانیا خانم کجاست؟ خواهرم زیاد وقت نداره، هر روز سفرشو عقب میندازه، تا هفته بعد میاد دیگه، دلم براش تنگ شده. شما دختره همش میخواید پچ بش کنید، برای اینه. برای چی نکنیم؟ چطور تو میتونی هی داداش کنی؟ من نمیتونم. خب رفیق جونجونیمه. جونجونی؟ چیش خنده داره؟ کجاش خنده داشت؟ چی؟ بالاخره اون که عروسی میاد. تو اول تاریخشو مشخص کن.
چی میگی سامر؟ تو رو خدا سامر یه کاری کن زودتر از شرش خلاص شی. بازم ادامه بده، اصلا برام مهم نیست. جدا حرفات دیگه تموم شد. داداش به خواهرت بگو اگه تاریخ عروسی مشخص بشه به خدا خودم میرم میکشمش. اینو بهش بگو. خب بکش. به من چه؟ اون ریتویک الان باید خیلی خوشحال باشه ولی من نمیذارم. نباید این اتفاق بیفته، باید جلوشو بگیرم. اینقدر غذا نخوردی که. خب ضعف کردم، خیلی گشنمه. تو هم بخور. بی‌مزه. ولش کن اصلا. هیچ اطلاعات تازه‌ای از عرضه اون داره به دستت نرسید؟ وقتی که عرضه بشه اطلاعاتشو در میارم. الان که خبری نیست. الان چی ازش میتونم بنویسم؟ ولی وقتی که به بازار ارزش دیگه چه فرقی میکنه ها؟ قبل از اینکه به بازار برسه باید جلوشو بگیریم. چطوری؟ چیزی به ذهن خودم هم نرسید. کی میتونه کمکمون کنه ها؟ چطور باید اطلاعات گیر بیاریم؟ وای خدا، بازم که این خیلی سیریشه. کیو میگی؟ روحیت، دوست ریتویک یادته؟ چی میگه؟ میخواست منو به یه مهمونی دعوت کنه و از این حرفا. کدوم مهمونی ها؟ یه مهمونی کوچیک تو خونه ریتویک، یه دوره همه خصوصی، چیز خاصی نیست. تو رو اونجا دعوت کرده؟ حالا تو که میدونی روالش چجوریه، خودت میدونی اونا چه آدمای حقه بازیان. نمیخوام بلایی که سر آروحی اومد سر منم بیاد. این همه یه شانسمونه. باید بری به اون مهمونی. یه مهمونی کوچیکه، یه دوره همیه خیلی کوچیک، کمتر از 40 نفر اونجا دعوتن. خیلی زایسته که برم اونجا. تازه حتی خونه خودش هم نیست، داره منو دعوت میکنه خونه دوستش. خیلی عجیب غریبه. باشه عزیزم، گوش بده. تو برو اون مهمونی، باهاش یکم صمیمی شو، حرف بزن. بعدش هم درباره اون دارو ازش اطلاعات بگیر. باشه؟ داری منو فدا میکنی. من نمیرم. من فکر میکردم روزنامه نگارا میتونن جونشونو به خاطر اطلاعات به خطر بندازن. عزیزم اصلا خنده‌دار نیستا، ممکنه یه عده بمیرن. چی شد؟ نمیشه قبل رفتن دوش بگیرم؟ عشقم مادرشین کار میکنی. باید الان اون یکی قرصا رو میخوردین، درسته؟ چرا دیگه اینطوری نگین، باید قرصاتون رو بخورین. نذاری بره جای دیگه ها. این کارا چیه؟ اگه داروهاتون رو به موقع نخورین حالتون بد میشه. میدونم. دارو خیلی مهمه. چه خبر ساوی؟ چرا دختراتو با خودت آوردی؟ مگه چی شده؟ مشکلش چیه؟ ریتویک نون. من باباشو خوب میشناسم، بهش احترام میذارم، ولی این پسر سر و گوشش میجنبه، با یه حرکت کار خودشو میکنه. اینم از با یه فوت آروم آتیش شله برمیش. من عاشق شومینه های قدیمی ام. واقعا؟ خیلی رومانتیکه. اونا چند سال همدیگه رو میشناسن، حرفای معمولی میزنن. حرفای معمولی؟ داره آتیش روشن کردن یادشون میده. توی شومینه یا توی کل خونه؟ رناف یکم آرومتر. بهتره بدونین باباتون همش حواسش اینجاست. رناف یه چیزی بخور. زیاده روی میکنه، سخت اعتماد میکنه. تقصیر خودش نیست، از موفقیت‌های من خیلی به گوشش رسیده. الانم حتما داره به مامانتون میگه که من نمیتونم بدون خود شیرینی حرفمو بزنم. نامرد. خب مگه غیر از اینه؟ راست میگی؟ نه بابا، بس مامانتونم میگه من میشناسمشون، با حرفای ریتویک به این راحتی ها خام نمیشن. داره به باباتون میگه نگران نباش، شما اصلا به من هیچ علاقه‌ای نداری. مامانم خیلی مظلومه. درست مثل هی پسرم، این دومین ظرفیه که داری میخوری. این مال شانه است. بس دیگه، برو ببینم. برای اینکه آتیش بیشتر بشه باید یکم سوختشو بیشتر کنیم. بفرمایید. خب حالا آتیش کامل شد. خب ریتویک تو خیلی خوبی. چطوری این کارو میکنی؟ پس فردا 6:30 بعد از ظهر خوبه؟ من یا توپو؟ هیچ فرقی نداره عزیز دلم، یه مهمونیه، هرچی بیشتر بهتر. تازه جفتتونم باشین مشکلی نیست. فردا ببینم نظر آتیش خاموش بشه.
اون خیلی جذابه. بابا این غذا خیلی خوشمزه است. پس از غذای دیگه هم باید امتحان کنی. آره حتما باید برم سراغش. چرا داری پنیر میخوری؟ مگه بهت نگفتم از جاده پاندارا تیکا بخری؟ کلی غذا اینجاست، وقت تو حواس تیکا کردی؟ خب میخوام، همینه که هست. آره معلوم بود. از اون دوتا دختر دور شو. باباشون غیرتیه. اگه اتفاقی بیفته بابا خیلی ازت ناامید میشه. بابا از من ناامید شه؟ معلوم. چه حالا گیر افتادم؟ واقعا؟ بهت قور بزنم؟ قور بزنم؟ بزنم؟ شروع نکن. آخرش از بابات کتک میخوری. خب بگو ببینم چطوری این کارو میکنی؟ چیو؟ همین داستان آتیشو میگم. استعداد ذاتیه. پس چرا من نمیتونم؟ چون خیلی زور میزنی. بهشون بی‌محلی کن. خودشون برمیگردن. واقعا؟ رو همه که جواب نمیده. رو همه جواب میده. ولی رو پالک جواب نداد. یه جوری نشون دادی که ازش خوشت نمیاد، ولی اون دنبالت نیومد. از کجا میدونی که تو خونشون گریه نکرده باشه؟ به خاطر شکست خودشو پیروزی آمد. آخه تو که یکی میخواد ببینته. کیه؟ یه فرد خاص. چیه؟ چیه؟ یه دوسته. باشه؟ جدی میگم، فقط یه دوسته. خوبه. برم وقتم خلاص. ببینم. هرچی دورتر نگهش داری نزدیکتر میشه. جدی میگم. هی یادت نره. سلام. اوه سلام. بیا تو. راستش من هیچ کس رو اینجا نمیشناسم، نمیدونم باید بیام یا نه. منو که میشناسی. بیا تو. خب باشه. امیدم از دست داده بودم. تصمیم گرفتم بیام. جدی؟ آره دیگه، چون دعوتم کردی گفتم که بیام. راستی تبریک میگم، شنیدم قراره یه دارو معرفی کنین. اسم داروتون چی بودم؟ اکسیژن؟ آره؟ آره. ولی شنیده بودم به خاطر مجوزش کلی دردسر داشتین. دوستم پالاک بهم گفته بود. آره اون دوستت کلی وقتمون رو تلف کرد. چطور؟ بی دلیل با دوست من در افتاد. اون اینجوریه دیگه. دوست منم دست کمی از اون نداره. پس فکر کنم دوستای جفتمون خیلی بیخودن. راستش من به پالاک گفته بودم نباید کاری که ریتویک با آروهی کرد و به این قضیه مربوط کنه. نباید انقدر کشش میداد. همینطوره. ممنون که درک میکنی. ما باید اون دارو رو معرفی میکردیم اما پالاک راضی نمیشد. برای همین مجبور شدیم خودمون اقدام کنیم. نقشه هوشمندانه‌ای. بالاخره باید معرفی میکردیم دیگه. آره راست میگی، بالاخره باید به هر روشی کارتون رو پیش میبردین، شکی توش نیست. فردا چی کاره؟ خب فردا یکم سرم شلوغه. پس فردا. یعنی معرفی دارو پس فرداست. فکر کنم باید توی یه مراسم بزرگ باشه مگه نه؟ خب یعنی منم کار ریتویکو تحصیل میکنم با اون همه مشکلی که به خاطر یه لحظه وایسا. ریتویک نون اونقدرام که میگی معرکه نیست. من بودم که این کارا رو انجام دادم. اون نمیتونه تنهایی کاری بکنه. باورم نمیشه. به خاطر همین به ریتویک گفتم که اون زبون درازش تنهایی کافی نیست. اون یکم هوشم لازم داره. که اینطور. خب پس معرفی دارو کیه؟ بهت میگم. تو خیلی باهوشی و پسر. راستش من و ریتویک بهترین دوستای همدیگه ایم. خیلی با همدیگه جیک تو جیکیم. خیلی اون بهم اعتماد داره. ببین من دیگه باید برم. ولی تو که تازه اومدی. ولی خیلی دیرم شده. بهت میگم که قراره بعدی کی و کجا باشه. میدونم که چقدر آدم روز نگهداری هستی. خدا. واسه همین خیلی زود برگشتم. نه. چی شده؟ چرا معرفیش نکردی؟ یعنی دختره رو به تو معرفی کنم مگه خول شدم؟ من که دوست تو رو نمیخوام برسم. دست خودت نیست که همینجوری پیش میاد. الان خوشحالی؟ میشم. یه اتفاق بزرگ میافته. بس بذار بیا. وقتی تو میگی یه اتفاق بزرگ قراره بیفته بس حتما یه خبری هست. واسه چی میخندی؟ نمیشه مسخره، نمیشه. شیطه این خبر خیلی بزرگه. مگه نه؟ حالا به ریتویک نون نشون میدم. تا یه هفته دیگه دارو تولید میشه. تا یه ماه دیگه هم توی همه داروخونه ها پخش میشه. روحیت احمق همه چیو بهم گفت. مهم نیست این ریتویک چند تا نقشه تو سرش باشه. دارم بهت میگم که نمیذارم این دارو پخشه. آره عزیزم برو بریم. وای دوتایی چقدر خوشحالین. امیدوارم صحبتتون سر پسرا باشه، درست مثل دخترای عادیه دیگه. آره داشتیم در مورد پسرا حرف میزدیم. وای خدا چقدر خوشحالم. خدا حفظت کنه دخترم. خب بگو ببینم چه خبر، پسر کیه؟ کافیه دیگه ریتویک نون. دیگه نمیذارم راه تو اینجوری ادامه بدی. جلوی همه دنیا رسوات میکنم آقا.
تو رو خدا قرصاتونو بخورین و بیاین بخوابین دیگه. مادر جون هنوز که نخوابیدین. از خوشحالی خوابش نمیبره. ساکت باش، دیگه داشتم میخوابیدم. امیدوارم قرصاتونو خورده باشی. نه هنوز قرصاشو نخوردی. تصمیم گرفتم دیگه قرصای شرکت دیگر رو نخورم. میخوام از این به بعد فقط قرصای کارخونه نوامو بخورم. اما مادر جون هنوز تولید نشده، دارن آزمایشش میکنن. به محض که بیاد تو بازار میتونین استفادهش کنین. چرا باید صبر کنیم که بیاد تو بازار؟ خودم اولین مشتریش میشم. چرا نمیشه قرصایی رو بخورم که پسرم درست کرده؟ خیلی هم عالیه، ولی فعلا باید همون قرصای قدیمی رو بخورین. شما باید قرصاتون رو بخورین و زودم بخوابین، وگرنه ممکنه فشار خونتون بره بالا. مامتا تو چرا شبیه بقیه عروسا نیستی که جلوی مادر شوهرشون خوبنه و وقتی نیستن پشت سرشون غیبت میکنن؟ فعلا که وضع همینه. من گیر شما افتادم و شمام گیر من. بیاین داروتون رو بخورین. بفرمایین. لباسه که من کجاست؟ برو پیش بچه. داروهای ویجی و ریکی چطور ممکنه ضرر داشته باشن؟ فقط از اونا میخورم. همش تقصیر اینه دیگه. اگه بخواین همینجور دعوا کنین نمیذارم دوتاتون برین کنسرت راک. گفته باشم این همش داره با من دعوا میکنه. ساکت شو. ساکت. سرم درد گرفت. برین توی اتاقتون. من نمیتونم پیش این جونور بمونم. خوشم نمیاد بیام پیش تو. به نظرم اینجوری بهتر میتونه. شما دوتا اینجایین؟ آقای رانجان دنبالتون میگشت. خاله جون دیگه داشتیم میرفتیم، فقط اومدیم با ریتویک خدافزی کنیم. خب تموم شد. پدرتون داره صداتون میکنه. خب پس خاله جون بریم دیگه. بریم دیگه. خدافز خاله جون. چیه؟ ای بابا مامان فقط اومدن خداحافظی کنن، همین. من که کاری نکردم، خودشون اومدن طرف من. میفهمم، خودم داشتم میدیدم. از اونجا هوا تو داشتم. آقای رانجان یکی از دوستای خوب پدرته. نمیخوام اینجوری براش مشکل ایجاد شه. برای چی باید مشکل ایجاد بشه؟ من خوب میتونم بفهمم. باید به خانم‌ها احترام بذاری. این گرم گرفتنای بی‌معنی. مامان من به خانم‌ها و دختر خانم‌ها احترام میذارم. من تو رو خوب میشناسم. من مادرتم. مادر بزرگ؟ مادر بزرگ، مادر بزرگ، چی شده؟ تو چت شدی؟ خدا چه بلایی سرش اومده. مادر بزرگ تو رو خدا باشو. باید ببریمش بیمارستان. زود باش. ریشاب کجاست؟ داره فرمای پذیرش بیمارستان رو پر میکنه. آقای نون حالش چطوره دکتر؟ مادرتون به هوش اومدن. گفتن که یه سری از داروهای جدید شرکت شما رو خوردن.